سلام علیکم برادرای عزیز، سلام علیکم با کل مسلمانان تمام دنیا. برادرای عزیز، امروز روز جمعه است و امروز روزی است که مقصد روزی از هفته و روزی بهترین روز است. برادرای عزیز، خواهرای عزیز، کسایی که تماشا میکنین، سلام خدمت به همتون میرسونه و روزی سعید جمعه به هر یک برادر و مادر و خواهری که تماشا میکنین و در تمام دنیا هستین. روزی سعید جمعه به همتون مبارک باد گفتنیم. برادرای عزیز، در این روز مبارک بیا همه کسا یکدیگر را میبخشیم و در حق یکدیگر دعا میکنیم که خداوند چی آرزو و چی هوس بریم عملی گردد. خداوند تمام مردم غریب در پناه عصمتش نگه بدارد که غریبی در بدم و میدانم انشاءالله با روزای نزدیک میریم. برادر عزیز، برای همیشه یکدیگر در کینه نگیرین، یکدیگر در مقصد بدی نشوین، همه وقت دعاگو یکدیگر باشین. امروز خواستم از مسجد شهر قرم طبه برایتون یک ویدیو کنم. برای برادر عزیز همه وقت دعاگو باشین، دعاگوی همدیگر باشین و ویدیو را با همه روی کنین که شاید اون کسی نداند امروز روز جمعه است، این ویدیو را دیده به یادش میآید. همین گفتنی هستم برادر عزیز، در حقم دعاگو باشین. انشاءالله که در حقیقتان در این روز سعید جمعه در این مسجد نماز جمعه در حق هر یک بنده مسلمان فرقیت نیست در که جای دنیا است، در حقش دعاگو هستم. همیشه پدیشکر و دستگیری فراموش نکنید که دستگیری شما پیشروی ما برادر عزیز. بعد آخر گفتنی هستم که کسایی در بیله در کارهای برادرای خواهرای مسلمان نیم واتساپ در حضورش مراجعه کنیم. برای نمره روسیه نمیتونیم که در تاجیکستان استفادهش برای مقصد رامینگ 3 روز دیگه تمام. برای خاطر همین واتساپ مراجعه کنین، بلیتو با تمام دنیا است. خداوند همتون نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.